سلام و درود فراوان نثار شما همراهان گرامی این بخش خبری امروز یکشنبه 18 فروردین 98 خورشیدی. آغاز به کار کمپین زندگی برای لرستان در اقلیم کردستان عراق. فعالین مدنی استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی جهت ارسال به مناطق سیل‌زده لرستان و ایلام اقدام به ایجاد کمپینی تحت عنوان زندگی برای لرستان کردند. بر اساس گزارشات این کمپین تحت عنوان زندگی برای لرستان عصر دیروز شنبه برابر با 17 فروردین ماه سال جاری آغاز و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. این کمپین با همکاری گروه موسیقی لر در سلیمانیه آغاز به کار کرده و در نظر دارد که همکاری‌های مردم استان سلیمانیه را برای مردم سیل‌زده لرستان و ایلام جمع‌آوری و ارسال نماید. این کمپین با صدور بیانیه‌ای از تمامی شهروندان، فعالین مدنی، رسانه‌ها و غیره درخواست کرده است که جهت یاری رساندن به شهروندان مناطق سیل‌زده لرستان و ایلام این کمپین را یاری نمایند. 400,000 نفر از مردم استان خوزستان همچنان در معرض خطر جدی سیل قرار دارند. با وجود بیکفایتی مسئولین حکومتی و گرفتار شدن مردم خوزستان در سیل اخیر، بیش از 400,000 تن دیگر در این استان کماکان در معرض خطر سیل قرار دارند. مردم مناطق سیل زده بارها از عدم کمک رسانی دولت روحانی و از میزان خدمات ارائه شده به مناطق سیل زده انتقاد کرده و همچنان معترض و ناراضی هستند. لازم به ذکر است که علیرغم بیش از 2 هفته از جاری شدن سیل در ایران که کماکان نیز ادامه دارد، نهادهای حکومتی و کارگزاران رژیم اسلامی تاکنون هیچ اقدام جدی در راستای ساماندهی مردم سیل زده صورت ندادند و تبعات و پیامدهای ناشی از سیل و ناکارآمدی دولت گریبانگیر مردم شده است. مرگ و مصدومیت 4 کارگر در سایه فقدان ایمنی در محیط کار. دیروز شنبه 17 فروردین ماه 98 خورشیدی در 2 حادثه جداگانه در شهرهای یزد و بندرعباس حداقل 4 کارگر کشته و زخمی شده‌اند. در حادثه اول در سایه نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار، یک کارگر شاغل در شرکت فولاد یزد بر اثر برق گرفتگی در کانال برق جان خود را از دست داد و 2 کارگر دیگر این شرکت نیز به شدت مصدوم شدند. در حادثه دیگر یک کارگر شاغل در مغازه کپسول فروشی در بندرعباس به دلیل فرسودگی ساختمان و ریزش سقف مغازه به شدت دچار مصدومیت شده است. فقدان ایمنی کار در شرکت‌ها و محل‌های کاری از دلایل اصلی مصدومیت و کشته شدن کارگران در ایران عنوان شده است که مسئولین مرتبط بی‌تفاوتی‌ها و سوء مدیریت خود را به عدم بی‌احتیاطی کارگران نسبت می‌دهند. احضار سعید اقبالی فعال مدنی کرد کرمانشاهی به دادگاه انقلاب تهران. سعید اقبالی فعال مدنی کرد کرمانشاهی که پیشتر به اتهام تبانی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و سپس با تودیع وثیقه آزاد شده بود، برای روز چهارشنبه 21 فروردین ماه سال 98 خورشیدی به شعبه 38 دادگاه انقلاب تهران احضار شده است. این فعال مدنی 12 بهمن 96 به همراه چند تن از فعالین مدنی در نقاط مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و چهارشنبه 22 فروردین 97 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه از بند 209 وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین آزاد شده بود. اقدام به خودکشی 3 شهروند کرد در نقده و ارومیه. در تداوم خودکشی‌ها در ایران و شهرهای کردستان، اخیراً 3 شهروند کرد در ارومیه و نقده اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند. در همین ارتباط دیروز شنبه برابر با 17 فروردین ماه سال جاری، یک دختر جوان با هویت نازیلا اطمانی اهل ارومیه که پیشتر به دلایل نامعلومی دست به خودکشی زده بود، جان باخت.
از سوی دیگر یک زن جوان کرد با نام نوشین معنوی از اهالی روستای گنگچین از توابع سمیبرا دزد پس از 2 هفته بستری در مراکز درمانی تهران به سبب شدت جراحات ناشی از سوختگی جان خود را از دست داد. در همین راستا جمعه مورخه 16 فروردین ماه امسال حیدر حیدری فرزند حسین از اهالی زردویی در پاوه و ساکن نقده به علت فقر شدید ناشی از مشکلات مالی و اقتصادی به زندگی خود پایان داد. قرار گرفتن نام سپاه در فهرست یک سازمان تروریستی. اخیراً رسانه‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری رویترز و به گفته 3 مقام بلندپایه آمریکا نام سپاه را در طی روزهای آتی در فهرست یک سازمان تروریستی قرار خواهد داد. اقدامی که قرار بر این است که آمریکا روز دوشنبه آن را به صورت رسمی اعلام کند. واشنگتن نخستین بار است که نام نهاد نظامی در یک کشور را در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان عرصه سیاسی و نظامی در صورت تایید و اعلام رسمی نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی تمام معاملات مالی و همکاری‌های فنی این نیروی نظامی به سبب سیاه شدن نام افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با سپاه مختل خواهد شد. با این وجود پیشتر نیز سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته بود و شاخه برون مرزی سپاه مشمول تحریم‌های آمریکا شده بود. همچنین به طور مستمر تروریست بودن سپاه همواره مطرح بوده است و در واکنش به این اقدام آمریکا فرمانده سپاه در اقدامی متقابل ارتش آمریکا را همردیف با داعش محسوب کرده است. در همین راستا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز مجدداً مواضع اعلام شده از سوی رژیم اسلامی ایران را در تقابل با آمریکا را تایید کرده است. عزیزان و همراهان گرامی به پایان این بخش خبری رسیدیم.